سلام قشنگا. از اونجا که درخواست اوورال مانیلی رو داشتید گفتم آموزشش رو بهتون نشون بدم. خب من اول لباس مانیلی رو پهن میکنم روی پارچه، بعدش از همه طرف 3 سانتی متر زاپاس میذارم و برش میزنم. بعد از اینکه برش زدم یقه ها رو جدا جدا روی پارچه میندازم و سجاف براشون برش میزنم. حالا اگه نتونستین سجاف هم برش بزنید میتونید به جاش از نوار اوریب استفاده کنید. خب بعدش دونه به دونه از تیکای پارچه‌ای که برش زدیم رو سردوز میزنیم. من چون سردوز ندارم از زیگزاگ چرخم استفاده میکنم برای سردوز. قسمت سجاف یقه رو به یقه ها وصل میکنیم، بعدش برش میگردونیم و دوردوزی میکنیم. 1 سانتی متر از سرشونه رو تا میکنیم و میدوزیم. کناره های لباس و فاق شلوارمون رو میدوزیم و در نهایت حلقه آستین و آستین رو هر دو وسطشون رو پیدا میکنیم، به هم متصل میکنیم. چپ و راست حلقه آستین رو هم با سنجاق فیکس میکنیم و میدوزیم. من به این دلیل سرشونه رو ندوختم چون میخوام بهش تکمه قیدی اضافه کنم. البته سلیقه‌ایه. امیدوارم دوستش داشته باشید و لایک و سیو و شیر یادتون نره. ممنونم.